صادقجان شانظرов یاردمچی رئیس جمهوری تاجیکستان در مسائل حقوقی دعوای گوهر شرافزاده رئیس کمیته زبان و اصطلاحات را برای جریمه بندی کردن ژورنالیستان قابل قبول نمی‌داند. او این نکته را در نشست خبری مرکز ملی قانونگذاری شرح داد. برای ویران کردن طلبات قانون جمهوری تاجیکستان در باره زبان دولتی جوابداری مأموری هست، ولی برای استفاده اصطلاحات بیگانه در یگان قانونگذاری جمهوری تاجیکستان جوابداری پیش خب همه ما استفاده میکنیم. حوادث، تشنج، متشنج در گفتار چنین نباید باشد. من فکر میکنم که بار دیگر شما با اون رئیس کمیته زبان با پرسش مراجعه کنید. این در حالی که گوهر شرافزاده رئیس کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان روز دوشنبه 1 اوگوست ضمن نشست خبریش از ژورنالیستان دعوت کرده بود که معیار زبان دولتی را رعایت کنند وگرنه جریمه خواهند شد. چی گفته ایستادن که در یکی از ولسوالی افغانستان باز انفجار شد یا اینکه حوادث، اما حادثه گویم رویم، من نمیدونم، این فکر من است، این دعوت من، یا حادثه ها گویم رویم. همین خیلی حالت ها هست و هنگامی واخوری ها کمیته اعلان داشته بود که آهسته آهسته رو میارند با دعوت به جریمه سپاریدن. از روزنامه‌نگارا آغاز میکنیم، از کارمندان تلویزیون و رادیویی آغاز میکنیم. خانم شرافزاده همچنین تاکید کرد که از حساب مسئولان کمیته زبان و اصطلاحات حکومت تاجیکستان گروهی ویژه سازمان داده شده و هر برنامه رادیویی و تلویزیونی شنیده و دیده می شود و مطبوعات مطالعه می گردد. به اطلاع این مسئولان حجم جریمه از 15 تا 20 نشان دهنده و برای شخصان حقوقی آن به 30 تا 40 نشان دهنده است که آن برابر به 1600 سامانه می باشد.